طی روزهای گذشته اخبار عجیبی از پشت صحنه سریال خواهران و برادران منتشر شده که باعث شوکه شدن و سورپرایز مخاطبان و طرفداران سریال شده. بر طبق این اخبار اعلام شده که قراره یه بازیگر جدید وارد سریال بشه و به عنوان پارتنر و عشق جدید آسیه به سریال اضافه بشه. اونطور که اعلام شده برک باکیوغلو به عنوان بازیگر جدید سریال قرار از قسمت‌های آینده وارد سریال بشه. قرار این بازیگر نقش پسر جوانی به نام سارپو بازی کنه و به احتمال بسیار زیاد به عنوان پارتنر و عشق جدید آسیه وارد سریال میشه. علاوه بر این اخبار عجیبی منتشر شده که سو بورجویازگی بازیگر نقش آسیه قرار چند قسمت آینده از سریال جدا بشه و به کار خودش در سریال پایان بده. اما هنوز قطعی نشده و سازندگان سریال این خبر رو تایید نکردن. اما خود سو بورجویازگی این خبر رو در پشت صحنه سریال اعلام کرده. بعد از مرگ دروک و خروج اونور سیدیاران شایعات زیادی منتشر شده بود که بازیگر آسیه هم قصد جدایی داره و به این شرط حاضر به موندن در سریال شده که برای اون پارتنر جدیدی آورده نشه که سازندگان سریال با این درخواست اون مخالفت کردن و شاهد حضور ماهیر در سریال بودیم. اما ماهیر نتونست جای دروکو بگیره و حالا و بعد از خروج ماهیر شاهد ورود بازیگر جدیدی به عنوان عشق آسیه هستیم. به هر حال باید منتظر موند و دید که با حضور این بازیگر جدید چه اتفاقی قرار در سریال رخ بده و آیا شاهد یه عشق طوفانی دیگه در سریال خواهیم بود و یا اینکه باید منتظر مرگ و خروج آسیه از سریال خواهران و برادران باشیم.